سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تشریح مسوده نهایی استراتژی ملی صحت‌عامه بر ریاست مولوی نورجلال جلالی. راه‌اندازی برنامه‌های مختلف اسلامی توسط وزارت حج و اوقاف در کشور و گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و عمان. امروز دوشنبه 4 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. وزارت صحت‌عامه میگوید که مسوده نهایی استراتژی ملی صحت‌عامه بر ریاست مولوی نورجلال جلالی وزیر این وزارت و با حضور معینان و مسئولان تکنیکی را و تشریح شد. به گفته این وزارت در این نشست جزئیات اهداف، مقاصد و مداخلات استراتژیک توضیح داده شده و اشتراک کنندگان پیشنهادهای خود را برای غنامندی بیشتر این سند مطرح کردند. قرار است به زودی پلان عملیاتی و تطبیق آن ترتیب شود. وزارت ارشاد، حج و اوقاف میگوید که به منظور بزرگداشت از ماه مبارک رمضان در 22 ناحیه شهر کابل و 34 ولایت کشور 3400 کاری ممتاز برای اجرای ختم قرآن کریم در نمازهای تراویح توظیف شده است. این وزارت افزوده که قاریان مذکور از طریق امتحان تعیین شده است. به گفته این وزارت در 411 مرکز نظامی نیز دوره‌های ترجمه و تفسیر قرآن کریم را راه اندازی کرده که از طریق رادیو تلویزیون ملی به صورت زنده نشر می شود. شیخ ثنی الله فرهمند سفیر امارت اسلامی افغانستان در انقره با احمد داود اغلو رهبر حزب گلچیک ترکیه دیدار کرد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که در این دیدار پیرامون تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور گفتگو شده است. و در اخیر وزیران خارجه ایران و عمان درباره دور بعدی مذاکرات تهران واشنگتن رایزنی کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن الحمد البوسعیدی همتای عمانی وی در یک تماس تلفنی پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا گفتگو کردند. وزارت امور خارجه ایران میگوید که در این تماس دو طرف درباره آمادگی‌های برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای نیز بحث و تبادل نظر کردند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.